اینا سنتیه. شب از و بردوز و یک سر پاچیل مأمور و هرو هم میلرزن دندون و چون تا خود پر صندوق و هر شب از و بردوز و یک سر پاچیل مأمور. اینطوری بگیریم لاغه باش بیا از شما درد نکنه منت گذاشتی سر من خواهش میکنم. دورچی بود ها؟ آره دورچی آخه آدمه بگیم نخواهیم چه گوهی بخوریم. باشه خب آقا ما قرار بود این ویدیو یعنی ویدیو بعدیمون باشه واسه ماشین کلاسیک که به چی میگی؟ حالشون فرز بزنیم حرف بزنم چی تو کارتو بکن. من دارم قول میزنم زیر مثل این پیرزنه 60 ساله تو تاکسی میمونی. بعد خلاصه که گفتیم این واسه یه زنگ تفریح بذاریم یه ریاکت بریم این وسط ببینیم بازخواه چه شکلی میشه. نه و قراره خب دورچی بذاریم. بله دورچی بذاریم. اونجا تره الان من سونه بزنم ماشین اتاقم بزنه؟ نه سونه نزن دارم میذارم تو ترافیک ماشین نکنی بهتره به نظرم. نمیتونم خیلی گاز بدم. نمیتونیم که الان. اوکی خب آره دیگه خیلی خوب. آقا من موسیقی اولمون چیه؟ موسیقی اولمون نمیگم به خودم میذارم. من تعیین میکنم کی به کی. من دولت تعیین میکنم. نه کن. خیلی خوب باشه بریم. بچه سابسکرایب لایک کامنت فالو بیسا یادتون نره وا. بریم واسه ادامه ویدیو. خیلی خوب بریم سراغ آهنگ اول از آلبوم کسی که هیچ درکی از صحبتاش نداره یعنی واقعا نمیفهمم چی میگه. خیلی عجیبه دورچی. یعنی من زیرنویس نداریم براش. ببین من خودم کسی هم که باز مثلا زیرنویس بذاری خب گاهی اوقات خب ولی منی که بد صحبت میکنم باید بذاری. منی که بد صحبت میکنم نمیفهمم این چی میگه. آره واقعا آدم عجیبیه دورچی. درست آهنگ بخون. چی میشه؟ بلده حرف بزنه نه چه ماشین میکروفون زبانش میگیره. امیدوارم آقای کبیری رو نخواد پشت میکروفون بگه چون زبانش اگر بگه ما بعد میشنویم. خیلی خوب چی داری؟ گوش کن زیاد نکن اندازه ده؟ آره خب هنوز بخون ضبط صوت نکن سلام ساده نکن وای بشون قبول نکردم یه بار اینزم تحلیلش کنیم.
استاب خالی درستش بکنه بلوز چی؟ بلش کن درد و دلا کیه؟ خب من نمیفهمم قرار ما چیه؟ ببین من میفهمم تاکسی بقیه چی میگه این نمیفهمم چی میگه ولی کجا رسیدی؟ همت تو ترافیک عقب مونده ویسکی؟ ویسکی نمیدونم خودش تموم شد سب کن کل مفهومش آهنگ این بود تو کجا رسیدی اول فرمون دست من نیست یه نیمه وجودم نیست همین واو نبود اولش بعد گفت به چی اعتقاد داری من به چی اعتقاد ندارم چرا ازش به چی اعتقاد داری پول علم یا ثروت اینجا بهرام وارد میشه بهرام نزده الان موقعیتی نیستیم که بخوایم بهرام گوش کنیم به چی اعتقاد داری علم یا ثروت ولی واقعا خیلی فاخر بود خیلی یعنی بخوام ماشین برای خودت بذاری انگوش بزن رو گوشی تا اینجا اومدیم دیگه بریم تا تاش بریم دیگه تا تاش بریم مالا ولت نمی‌کنم به مولا داشیه منی توری ولت نمی‌کنم چیه این؟ گناه آره نفهمم چی میگه دیگه راحت آره از چی؟ نفهم همونه آه جنسی تونل توی تازه این نرسه ترافیکی با موتور این دفعه اسلام موتور گرفته فکر کنم نمیفهمم گناهش چیه خب گناهش اونه وایسا بذار ببینیم چی میگه در ادامه قد نکن عوض نکن ولی موزیسیانش خوب بوده کی درست کرده پرودیوسرش کی بوده کارش خوبه واقعا خیلی خفنه موسیقی عالیه محتوای موسیقی هم عالیه مثل السیمنیه که گلزار تبلیغ میکنه جنس خوبه ولی کثافت پاپت کثافت من اندازه پاپت نبودم تو چی
نبودا بمونم بگو تا بمونم بایسته ترسم من دنبال مفهومم به چی میرسی؟ من فقط دارم هرچی میفهمم و میگم بشه تیسه نه چیزه یعنی دوست دقیقه از شیر رو ور میگه میخوای بریم موسیقی بعدی؟ آخه بقیه جا همینه نه برو بعدی حداقل شاید اون بهتر بود آخر هفته باشه آها این میره قبلی گوشتو فارسی کردی؟ نه چون اینش برعکسه این ماسک بعدی ناتینگ دیگه بخ هیچ طبیعه اسم ترک ها دیوونه او دیوونه گناه کجا رسیدی دیوونه این میشه ترتیبش میشه نیزم یه روما برو اومر دیگه آروم باش گرجی رو مالی آیسا بذاریم چی میگه این سمنده دیوس هم اومد بابا ول کن دارم گوش میدم ای نمیه حواس منو پرت میکنی بده برام کمه هم با منو بمون باورم و همه رو به داد دادی باورم و همه رو به یه جایی دادی درکش نداشتیم ولی اگر رو فاز LSD و فلان و این چیزها آدم بره خب طبیعتا میفهمه چه اتفاق کنه برش یادش نمیاد چه اتفاق دلم میخواد بدونم دورچی رو چه فازی بوده اینا رو خونده نمیره اصلا سخته فکر نکن میگه من چیزی نمیزنم واقعا گفته چیزی نمیزنم چیزی نمیزنه اینو بزنه چی میشه حالا بگذاریم ولش کن گوشی من بده یه لحظه یه لحظه باسه جیل من تو دوست داشتی بشم سر برو حداقل بزنم خیالو ولی انگلیسی مازندران با من شده شیکاگو همه ترقی و ویزون فوقا بیگناه دنبال میفته ناجا قسم خوردم از نجات آدما رفیقام گفتم نیارن کلاکو رپ کنه واقعی نداره ترس که فلو بوم دارم قد نوار غزه هنوزم رپ میکنم واسه سو با اینکه تنم پر جای زخمه لای دور و بریام پشتمو نفه اینا میخوام منو بکننم خفه میگردم به پاوسم نقطه ضعفه ولی منو ساکت نمیکنه این دفعه از چیکاگو فقط از دمش یه جور کشی از این همه جور کشی
متشکرم. آره، همراهمون بودید. اینم اختتامیش. آره ترکیب سنتی و صنعت. نه من جفتشم. سنتی که منقلی. نه بذار قطع میشه شرف من. انجین پراید تالا شنیدی؟ اشیاتو اینجا رو پاک کن. نمی کنی البته تو عوضی. نه چرا بکنی؟ کسافت. بگذاریم. آره خیلی خوشحال شدم از دیدنتون. خیلی ممنونیم که وقتتون رو به ما اختصاص دادید. شاید دورچی گوش نکنید. آره ما پشیمونیم از تایمی که برای ولی من حاضر بودم السی بزنم ولی دورچی گوش نکنم. نه بابا السی هم ولی شیرین دورچی گوش دوباره دو رفت میگو بریم آقا خداحافظ. بازم میان از این کارا میکنه.